از دیپلم تا دکتری، هم در ایران هم در هر کجای دنیا، با پلتفرم دکتر عباس‌التیان. www.abbasaltian.com. همه این نرم افزارها در جایگاه خودشون نرم افزارهای خوبی هستن و میخوایم الان باهاشون بیشتر آشنا بشیم. خب نرم افزار انسیس میشه گفت که معروف ترین دسته نرم افزار آنالیز توی رشته مهندسی مکانیک و توی رشته هوافضا نرم افزار انسیس هست که توسط شرکت انسیس در سال 1970 برای اولین بار روانه بازار شده. و خب شرکت انسیس یک شرکت آمریکایی هست که این نرم افزار رو توی سال 1970 تولید کرده. نرم افزار انسیس از ماژول‌های مختلفی بچه‌ها تشکیل شده. ماژول‌هایی که میاد محاسبات CFD رو انجام میده، محاسبات فاینایت الیمنت رو انجام میده یا همون المان محدود رو انجام میده. کاری که شما برای شما انجام میده اینه که شما یک شکل رو به فرض بهش میدید و اون رو گسسته سازی میکنید و روی اون شرایط اولیه مشخص میکنید. مثلا به فرض یک تیراهن رو بهش میدید، معرفی میکنید و میگید که به فرض از یک سمت یک تیر یک سردرگیر هست و از یک سمت بهش یک نیروی وارد میشه و این نرم افزار میاد برای شما اون شکل رو گسسته سازی میکنه و اون نیرو رو اعمال میکنه و نتایج رو به شما در قالب کانتورهای مختلف رنگی با تغییر شکل نشون میده. بنابراین دیفورمیشن، تنش، کرنش، عکس‌العمل نیروهای تکه‌گاهی، همه اینا، کمانش، هر چیزی که شما بخواید شما میتونید با نرم افزار انسیس در واقع تحلیلش کنید. و خب از یک طرف هم ماژولی داره تحت عنوان ماژول فلوئنت که شما با استفاده از ماژول فلوئنت شما میان دینامیک سیالات محاسباتی رو توی این مسئله حل میکنید. بنابراین شما با استفاده از ماژول فلوئنت میتونید مسئله های سیالاتی رو حل کنید. انتقال حرارت مثلا شما میتونید انجام بدید، مثلا میتونید شما مقطع بال یک هواپیما رو یا همون ایرفویل رو شما ببرید توی محیط انسیس و یک جریان هوایی رو از روی اون عبور بدید و اختلاف فشار و سرعت ها رو به دست بیارید و همین موارد رو شما میتونید با نرم افزاری به نام نرم افزار انسیس انجام بدید. میشه گفت جدی ترین رقیب انسیس آباکوس هست، مخصوصا توی مبحث المان محدود یا تحلیل های استاتیکی. آباکوس هم در واقع توسط شرکت دازالت سیستم در سال 1978 برای سیستم عامل‌های ویندوز و لینوکس منتشر شده که شما با استفاده از این نرم افزار اون قطعه سه‌بعدیتون رو وارد این نرم افزار می‌کنید، گسسته سازی رو برای شما انجام میده، شرایط اولیه مسئله رو بهش مشخص می‌کنید و نتایج رو به صورت کانتورهای رنگی همینطور که دارید اینجا می‌بینید به شما نشون میده. تغییر شکل رو به شما نشون میده، کرنش رو نشون میده، تنش رو میتونید از اون استخراج کنید، میتونید بارگذاری‌های مختلفی رو انجام بدید. اگر کامپوزیت داشته باشید، مسئله‌های کامپوزیتی داشته باشید، میتونید به راحتی با نرم افزار آباکوس اون تحلیل‌ها رو انجام بدید. پس نرم افزار آباکوس هم یک نرم افزار بسیار قدرتمند هست که میتونید باهاش کار کنید. تحصیلات در کلاس جهانی با پلتفرم دکتر عباس‌التیان، ارتقای مدرک دانشگاهی شاغلین و مدیران در ایران، اخذ دیپلم کارشناسی تا دکتری، طراح مسیر مهاجرت تحصیلی جوانان برای تحصیل در برترین دانشگاه‌های دنیا از مقطع دیپلم تا دکتری. www.abbasaltian.com